داری؟ خب مسلمان دارم میام تو فرودگاه مهرآباد خودم، دارم میام تو کاخ گلستان خودم. منتظر باشید. همین نوروز میام عزیزم، همین نوروز میام. حتی اگه عزیزم خامنه‌ای هم منو اعدام کنه، همه دنیا داستانمو میدونن دیگه. پهلوی سگزاده عمله نوکر بزرگ مادر من هیچ وقت نمیتونه به قدرت برسه. همه دنیا میدونن نوکر مادر بزرگ من بوده. به همه دنیا میگم پهلوی نوکر مادر بزرگ من بوده. اینا گدا هستن. چرا گداها جواهرهای منو میپوشن؟ چرا با پول من پوز میدن؟ چرا نوکرم وای میگن حرف نخور؟ نوکرم داره با پول من پوز میده. نوکرم بعد میگید حرف نخور؟ برید تاجگذاری رو ببینید، تو کاخ گلستانه. تو کاخ گلستان داره تاجگذاری میکنه، هم خودش هم پدرش. نه عزیزم، من سانسور باشو نیستم. این داستان من به دنیا میگم و به خود اولی که میام توی فرودگاه از خود خامنه‌ای، از خود حزب الله میگم قبل از اینکه منو اعدام کنید من میخوام حقیقت گلستان و فرودگاه مهرآباد رو به جهان بگم و بگم که پهلوی رضا خان شما نوکر مادر بزرگ من بوده. شهبانو شمس الملوک، فهمیدید؟ رضا خان شما که قربون صدقش میرید نوکر بوده، نوکر مادر بزرگ من. فهمیدی؟ گداترین آدمای دنیا. بعد میگم اگه تو رو مسخره میکنن خامنه‌ای، اگه خمینی تو رو مسخره میکنن، شما 100 شما، چون میدونید چرا؟ شما صادق بودید. شما گفتید ما ملا هستیم و ما یتیم هستیم. هیچ وقت نگفتید ما خون سلطنتی هستیم. این نوکر من بود. نوکر من میگه ادعا میکنه خون سلطنتی بوده. نه من تاریخ رو درست میکنم. این نوکر من بوده. بچه شبیه قورباغه است. قورباغه آبروی خون سلطنتی رو داره میبره. 2500 سال نشانه تاج خون سلطنتی قورباغه شد. فکر نکنم منو سانسور میکنن، فکر نکنم. نه عزیزم، همه دنیا میدونن رضا خان نوکر شهبانو شمس الملوک بوده. شمس الملوک هم آتیش زدن، چون به همه دنیا میگم. میدونی چرا؟ چون مثل من بود، پستونا و سینه هاشو مینداخت بیرون. فهمیدی؟ آزادی کامل بود، آزادی کامل تا کونتون بسوزه. فهمیدی؟ منم همین لباسو میپوشم عزیزم، همین شکلی میام توی فرودگاه مهرآباد خودم. حالا ببینید وقتی این روز اومد عزیزم، اون موقع بشینید بخندید. و به خود حزب الله میگم که نوکر مادر بزرگ من توی کاخم تاجگذاری کرد. همه دنیا میخندن، همه دنیا. به همه دنیا میگم اینا چه گوهایی بودن. عکس یتیم فرحو نشون میدم که دنیا میدونن این زن بدبخت گدا پول نداشت. این خودش خمینی بود. این خمینی مادر بزرگ من بود. خب این چطوری این همه 60 میلیون دلار پول داره؟ خب اگه این پول داره، خب بذار ملا هم پول داشته باشن. اگه دزدیه بذار همه دزدی کنن. دزدی بذار همه دزدی کنن به درک. اگه قورباغه میخواد بدزده، بذار ملا هم بدزدن. خامنه‌ای هم بیا منو بکش به چاسم، به درک بکش. من اصلا نمیخوام زندگی کنم تو این دنیا. از همه‌تون خسته شدم. به خدا اصلا نمیخوام تو این دنیا زندگی کنم. هم از آمریکای کثافت خسته شدم، هم از ایران کثافت خسته شدم. خفه خون بگیر طرفدار قاجاری. ببین چقدر اینا خرن. ببین با چه ملت خری من دارم صحبت میکنم. با چه ملت بی سواد و خری دارم صحبت میکنم. میگه تو طرفدار قاجاری. بدبخت خارکسه تو سر خور کونی، ابنه‌ای. خون سلطنتی نمیدونی چیه؟ مادر جنده. توی این ملکه انگلستان رو نمیدونی خون سلطنتی انگلستانه؟ سویدن رو نمیدونی خون سلطنتی داره؟ دانمارک رو نمیدونی خون سلطنتی داره؟ من خون سلطنتی پارسم مادر جنده. نشانه تاج نمیدونی چیه؟ برو گامشو تو گوگل بخون. بی سواد گوگل نداری؟ بزن نشانه تاج مادر جنده. نشانه تاجو که پهلوی لغو نکرد مادر جنده.
نشان تاج و مریم رجبی لغو کرد، سازمان سیا لغو کرد. بدبخت بی سواد کونی خارکسته. نشان تاج هم دیگه نمیدونه چیه مادر جنده. خودشونو خوب به خری زدن. خامنه‌ای باید کونتون بذاره. میگم خامنه‌ای همه رو اعدام کن، بکشین خرا رو، بکششون. اینا خر مخ خر خوردن. کسی که مخ خر خورده باید بکشی، باید اعدام بشن. ملت خر نمیدونه نشان تاج چیه. تو طرفدار قاجاری؟ قاجار مرده. پدر بزرگ من کشتن. قاجار کجاست؟ وای چقدر اینا خرن. یه ملت بی سواد، یه ملت بی سواد. خوب خودتونو به خری زدید. Go to Google and search for the order of the crown. You don't know what order of the crown is? نمیدونی نشان تاج چیه؟ برو گم شو توی گوگل همین الان. برو گم شو توی گوگل بزن نشان تاج. ای بدبخت بی سواد، بالاترین خون سلطنتی جهان، مادر جنده کوری منو نمیبینی؟ خارکسته های مادر جنده. خودم میام تو کاخ گلستان به خدا. بذار خودم میام به خود خامنه‌ای میگم تمام طرفدارای نوکر مادر بزرگ منو همینجا اعدام کن. تا دهنتون رو وا کنید بگید پهلوی، میگم اعدامشون کن، اعدامشون کن، بکششون. خودم اونجا جشن میگیرم میرقصم. بذار شما حقتونه، شما رو باید کشت. هر کسی که نوکر مادر بزرگ منو بخورد باید کشت، باید اعدامش کرد که بره با کودتای سوریه ایران رو نابود کنه. کودتای بحرین رو بده به انگلستان. بحرین رو میخواد بده به انگلستان، باید اعدام بشی، باید اعدام بشی. خوب با دوزی پیش گرفتید. اگه شاه میخواد بدوزه، خمینی هم بدوزه، خامنه‌ای هم بدوزه. والا اونا که دزدیدن تو ایران مردن. این که داره تو آمریکا میمیره، بذار تو ایران بمیره. خامنه‌ای بدوزه تو ایران داره میمیره، تو ایران میمیره، پولش تو ایران میمیره. فرح تو آمریکا میمیره، پولش میره به سازمان سیاه. میخواید پول به آمریکا بدید؟ بکشتتون، بمیرید، حقتونه بمیرید. وطن فروشای بدبخت دوز شده دوز و دوزی. بخندید، بخندید، خوب بخندید. حقتونه تو سرتون میخوره. حقتونه آزادی ندارید. بی خود نیست اعدامتون میکنه. منم اگه پادشاه بودم اعدامتون میکردم. شما رو باید اعدام کرد. کسی که سواد نداره، کسی که وطن فروشه، کسی که میخواد نفتو بده به انگلستان و آمریکا باید اعدام بشه. اگه ایران نفت نداشته باشه گدا میشه افغانستان. میخواد ایران افغانستان بکنید؟ نه، اعدام میشید. وطن فروشا. وطن فروشی میدونی جرمش چیه؟ اعدامه. نمیدونستید بدونید. تریزن، چارج تریزن گردن بریدنه. شنیدی؟ شما همتون باید گردناتون بریده بشه، چون تریزن کردید. به من خیانت کردید، به نشان تاج خیانت کردید. همتون باید اعدام بشید، همتون. هر کسی که به نشان تاج خیانت کنه باید اعدام بشه. بله، خودتون رو خوب بخری زدید. بخند. آره چه میخنده عزیزم. این خنده های شما بود نشان تاج رو ضعیف کرد. این خنده های شما بود فرودگاه مهرآباد رو مصادره کرد. این خنده های شما بود تاج گلستان رو مصادره کرد. نوکر مادر بزرگم تو کاخ خودش تاج گذاشت. ببین چقدر زور داره. بعد میگه اینجا بشین و هیچی نگو. بذارم نوکرام تو کاخ گلستان زندگی کنن، بذارم نوکرام تو کاخ گلستان تاج گذاری کنن. نه، فکر نکنم. خوب خودتون رو به خری زدید. برید توی گوگل بزنید تاج گلستان. سند تاج گلستان به کیه؟ فهمیدید؟ چی شد؟ چرا پهلوی توش تاج گذاری کرد؟ چرا همه شما چک دهناتون رو بسته بودید وقتی پهلوی توش تاج گذاری کرد؟ چرا چک دهناتون رو بسته بودید؟ مادر من تو مصر بود، تبعید بود. مادر من اون موقع اجازه نداشت بیاد توی ایران. چرا شما
کردید به مادرم؟ چرا شما خیانت کردید به پدر بزرگم؟ هفتا الان هم افتادید دنبال نوکر مادر بزرگ من؟ قورباغه؟ منو سانسور میکنید؟ نه دوست میشم. چه جالب، خیلی جالبه. دوزی هر کسی دروغ بگه و گوزبازی بره و دوست بشن با همون یه دقیقه هم دیگه رو بکشن. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شده شهر شورت، هر کی دزدی بکنه و پوز بیشتر بده با پول دزدی. شما هم همه دنبالش میرید تا عاشقش میشید. خاک تو سرتون، خاک تو سر شما ایرانیا که این همه بدبختی، این همه بدبختی که قربون صدقه یه دزد میرید. که چرا؟ چون پول داره. چرا؟ چون تاج طلای الماس دزدی رو سر کرده. نمیدونید که این یه عمله بود، نوکر بود. بچه شبیه قورباغه است. قورباغه، تو یه قورباغه رو از توی دریاچه دراری از پهلوی خوشگل تره. قورباغه. A frog is more prettier than پهلوی. A frog. If you pick a frog from a lake, it's more pretty than Reza Pahlavi. He look like Sogoli, Shrek and a frog mixed together. This is the guy you made to be your role model. And then you wonder what happened. Now keep left to stay. بعد تعجب میکنید که چرا این همه بدبخت شدی. وقتی رفتی یه قورباغه یه شرک سوگلی رو آوردی شاه خودت کردی. قربون صدقش میری. خاک تو سرتون، خاک تو سرتون. 3 میلیون فالوور داره، 3 میلیون فالوور داره. نشان تاج 20,000 تا فالوور داره. خجالت نمیکشید؟ خجالت نمیکشید؟ مگه کورید الان؟ مگه شما کورید؟ مگه من دارم چه زبونی صحبت میکنم؟ مگه شما زبون من نمیفهمید؟ شما کورید؟ کورید؟ احمقای کثافت خر کورید؟ مگه پادشاه جاودانه نمیبینید؟ دیگه چی میخواید؟ کور شدید؟ مگه من مثل پهلوی پیروپاتالم؟ دیگه چرا خودتون رو به خری زدید؟ نشانه تاجو که پهلوی نتونست لغو کنه. احمقای خر، نشانه تاج بالاترین نشان خون سلطنتی شاهزاده و ولیعهد توی زمان شاه بود. احمقای خر، چرا خودتون رو به خری زدید؟ حرمت من کجاست؟ چرا خودتون رو به خری زدید رفتید این ور اونور؟ بعد میگید ناراحت نشو. شما همتون دارید خیانت میکنید. نشان تاج بالاترین خون سلطنتیه. تو خود دوران پهلوی شما گه خوردید که از من حمایت نمیکنید. غلط کردید. به همین علته که بدبخت شدید. به همین علته که بدبخت شدید. فهمید چرا بدبخت شدید؟ چون خودتون رو زدید به خری. و اینو بدونید تا روزی که خودتون رو بزنید به خری بدبخت جهانید. بدبخت جهانید. شما بدون من یه حیوانید. حیوانید. هیچی ندارید. تومانتون دستمال توالته. فهمیدی؟ شما ایرانی‌ها مسخره جهانید. با این قیافه‌های نکبتتون مسخره جهانید. باید بیاید کون منم بلیسید. فهمیدی؟ کون منو وا کنید بلیسید. تمیزش کنید با زبوناتون که من پادشاهتون باشم. که یه ذره بهتون اباحت بدم. یه ذره اسمتون رو دوباره خوب بکنم. این اسم کثافتتون رو، تروریست تو سرخور مولای شپشوتون رو. فهمیدی؟ وقتی که کسی که به خون سلطنتی خودش احترام نذاره، کسی که بره دنبال یه قورباغه سوگلی نوکر مادر بزرگ من، کسی که بره دنبال آخونده و مله ها، به این روز سیاه میفته. الان 55,000 تومن شده $1. 55,000 تومن $1. شما ارزش ندارید. به زودی یه کسی تو ایران میاد. ببینید بدبختا، این حقوق 1-2 ماه یک کارگر ایرانیه. شما باید مثل بدبختا 2 ماه کار کنید. 2 ماه کار کنید تا بتونید $1,000 تو دستتون بگیرید. تا بتونید $1,000 تو دستتون بگیرید. 2 ماه باید کار کنید. 2 ماه. تو آمریکا یه کارگر اینو تو یه روز میگیره. یه روز. شما شدید مثل یه نوکر آمریکایی. 2 ماه باید کار کنید مثل یه بدبخت که پول یه نوکر آمریکایی بگیرید $1,000. شما بدبخت جهان شدید. خودتونو زدید به خری. فهمیدی؟ حالا فهمیدی چرا آمریکا منو سانسور میکنه؟
حالا فهمیده چرا نشان تاج رو لغو کردن؟ که شما رو نوکر بکنن. شما فکر کردید آمریکا میخواد شاهزاده جاودانه داشته باشید؟ بالاترین خون سلطنتی جاودانه دنیا داشته باشید؟ نه، اونا میخوان شما سوگلی داشته باشید که بهتون بخندن، بگن شما سوگلی پهلوی قورباغه هستید. شما ایرانی ها قیافاتون مثل گوه میمونه، که بگن شما ایرانی ها مثل عربا هستید. بدبختای تو سری خور. خانواده من به شما چی داد؟ گلستان داد. بدبختای گدای جنوب شهری دهاتی. شما مگه میتونید گلستان بسازید؟ شما عمله هستید، عمله. بدون خانواده من شما هیچی ندارید. شما حیوانید، حیوان. زیبایی، تمدن، آزادی همش از خانواده منه. شما بدون خانواده من هیچی نیستی، هیچی. شما باید بیاید عین منم بخورید. بعد اینجا آمدن واسه من زبون وا کردن، یه مش تاپاله کثافت زشت که نه آزادی میدونن نه تمدن میدونن، هیچی نمیدونن، هیچی. نه پول دارن، الان هم نه قدرت دارن. تمام ثروت ملی نفت ایران هم دارید خرج جنگ میکنید. الان هم 2 ماه باید برید کون خودتون رو پاره کنید عزیزم. 2 ماه باید برید کون خودتون رو پاره کنید تا بتونید $1000 تو دستتون بگیرید. توی آمریکا یه کارگر اینو توی 1 روز میگیره، $1000 یه روز. ببینید چقدر شما بدبخت شدید، چقدر بدبخت دنیا شدید. حالا فهمیدی چرا آمریکا نشان تاج رو سانسور کرده؟ فهمیدی؟ حالا آمریکا سانسور میکنه. چرا شما بدبختا تو ایران سانسور کردید؟ اینو من دیگه موندم. چرا شما بدبختا تو آمریکا سانسور کردید؟ شما که تو آمریکا پناهنده اید بدبختا. شما ایرانی‌ها توی آمریکا پناهنده اید. تو یه ایرانی به من نشون بده توی آمریکا که داره تو رفاه زندگی میکنه، مثل گداها دارن زندگی میکنن، بعد مثل مریم رجوی و تروریستا افتادن شاهزاده رضا پهلوی قورباغه ما عاشقتیم. خب اگه عاشقشید پاشید برید گمشید تو ایران. 45 سال شما کدوم گوری هستید؟ 45 سال شما کدوم گوری هستید؟ مادر جنده ها کدوم گوری هستید 45 سال مادر جنده ها؟ تمام جنگ و بر ضد حجاب من کردم. تمام انقلابایی که بر ضد لختی و پورن و جمهوری اسلامی ایران و این مسلمونا بود من کردم. ازدواج قانونی همجنسگرایان رو من کردم. اولین پورن به زبون پارسی رو من کردم. تمام این آزادی و تمدن رو از من گرفتید. فهمیدی؟ بدون من شما هیچی نبودید. شما مثل یه چوس هستید، چوس. هیچی ندارید، هیچی. نه زیبایی دارید نه تمدن دارید. مثل پیروپاتالای سرطانی هم میمیرید. این گوه هستید. منم که خون سلطنتی هم. با خون منه که ابهت گرفتید. با خون منه که تمدن گرفتید. با خون منه که 1 تومن $2.5 بود. خون من بود، نه خون شما کثافتا. خون شما ارزش نداره. اگه خون شما ارزش داشت الان 55,000 تومن $1 نبود. خون شما بی ارزشه. هیچ کدوم از شما ایرانی ها ارزش ندارید، هیچ کدوم از شما. فقط منم. فقط اینو تو کله پوکتون بکنید. دفعه دیگه که به من بی احترامی بکنید اینو بدونید که به جز من شما هیچی نیستید، هیچی. فهمیدی؟ حالا شما این همه خرید و نفهمید. من مطمئنم که دیگه الان خود جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده، چون خود جمهوری اسلامی ایران الان ابهت میخواد. خود جمهوری اسلامی ایران الان احترام میخواد. یه چیزیه که نداره و این تنها چیزیه که بدون من نمیتونه 100 سال سیاه هم داشته باشه. من این آخرین شانس رو به شما میدم. ببینید همسال اینا هستن. پهلوی اینا باید اعدام بشن. اینا باید اعدام بشن. هر کسی که مینویسه پهلوی باید اعدام بشه. خود من که بیام توی ایران به خامنه‌ای میگم تا یه کسی دهنشو وا کرد گفت پهلوی اعدامش میکنیم. بله عزیزم، آره بشین، منتظر این روز باشید. دهنتون رو وا کن. نوکر مادر بزرگ منو میخوای اعدام میشید، چون نوکر مادر بزرگ من خیانت به نشان تاجه.
نوکر دزد. اگه عاشق پهلوی هستید، پهلوی لطفاً پاشو بیا توی دادگاه، من توی دادگاه با من بجنگه. اگه پهلوی واقعی میخواید منو ببرید توی دادگاه، به پهلوی بگید بیاد تو دادگاه تو آمریکا، تو خود آمریکا من بیام تو دادگاه با پهلوی. چرا تو آمریکا نمیاد تو دادگاه با من؟ چرا تو آمریکا نمیاد؟ اگه پهلوی رو میخواید بگید توی دادگاه بیاد با من توی آمریکا که بگه من 60 میلیون دلار ندزدیدم، من تو کاخ گلستان تاجگذاری نکردم، من میرزا حسین رو نکشتم، منو ببرید توی دادگاه. بله عزیزم، پهلویاتون رو بکنید عزیزم، به زودی اعدام میشید. وقتی اعدام شدید اون موقع پهلوی کنید. نوکر مادر بزرگ منو میخواید باید اعدام بشید. نه خیر، برای شاه کار نمیکرد. من نشان تاج بودم، بدبختای خاک تو سر. نشان تاج حتی پهلوی سرطانی نتونه سانسور کنه، لغو کنه. خرا، شما سواد ندارید، تاریخ نمیدونید، شما بی سواد هستید. یه مش آدم بی سواد اینجا ریختن زر میزنن. تو برای شاه کار میکردی. پهلوی نوکر من بود، نوکر. بدبختای گدا. نه که خودتون گدا هستید فکر میکنید همه مثل شما هستن. عزیزم، خانواده من جاودانه است. مادر جنده ها، مادر جنده ها. قیافای گوهتون رو نگاه کنید، قیافای گوهتون رو نگاه کنید، بعد برید تو آینه قیافای انتون رو نگاه کنید، منو نگاه کنید. من شبیه شما کونیا هستم؟ من مثل شما چروک دارم؟ کونیای خارکسته نن جنده. من خون سلطنتی هم، بالاترین خون دنیا. مادر جنده ها، من مثل شما کونیا پیر نمیشم. خارکسته های نن جنده. من کیر عرب تو کس ننم نرفته مثل شما. من پیر نمیشم. مادر جنده ها. بعد میگم پهلوی سرطانی که این گوه پیر کفداره. اینا نوکر من بودن. من خانواده جاودانم. مادر جنده ها، کثافتای کونی خودشونو با من مقایسه میکنن. کثافتای پیر و پاتاله گوه. دیگه میگم من یه ذره بهتون خندیدم، شما پرو شدید دور گرفتید. آره، منتظر نوروز باشید عزیزم. وقتی من به ایران بیام منتظر این روز باشید. In 1,000 feet, take the US 101 south exit on the right toward California. سواد نداری دیگه عزیزم، برو نشان تاج رو بخون. اون موقع میدونی نشان تاج چیه. نشان تاج بالاترین خون سلطنتی زرتشته. تمام قاجاریا باید با شهبانو زرتشتی ازدواج میکردن. اگه با شهبانو زرتشتی ازدواج نمیکردن، بچهشون، فرزندشون نمیتونست نشان تاج رو بگیره. مادر من، مادرش شهبانو شمس الملوک بود، چشای آبی. مادر خودش شهبانو شیرین پارس بود، چشای آبی. تمام شهبانوهای شیرین پارس چش آبی بودن. این خون سلطنتی جاودانه پارسه. این با تمام شاهان و شاهزاده ها ازدواج میکرد. در دوران قاجار، اینو دوران پهلوی نوکرش رضاخان با جاسوسای سوریه عوض کردن و کردنش مسلمون شیعه که پای زرتشتی ها رو از توی حکومت ببرن. فهمیدی؟ نوکر مادر بزرگ رضاخان این بود که گفت شاه باید مسلمونه. پهلوی بالاترین خون سلطنتی جاودانه پارس بود که ماها مثل شما کثافت ها پیر نمیشیم. فهمیدی؟ پس خودتون رو با من مقایسه نکنی. حالا من اینجا اومدم واسه آزادی شما فیلم درست کردم و یک سری فیلم ها رو درست کردم که شما احمقا از خواب بیدار بشید. خودتون رو گم نکنید. خب مگه من شهبانوام؟ گفتم تمام شهبانوها چشاشون آبی بوده. مگه اسم من شهبانو شیرین پارسه؟ منم اگه با یه شهبانو پارس زرتشتی ازدواج کنم، اگه دخترم چش آبی باشه میشه شهبانو شیرین پارس. فهمیدی؟ بی سواد.
Now turn left onto North Main Street. و من گفتم Now turn right شماها onto North نه Los تنها دیگه Angeles خودتون رو Street. زدید به خری، شما دیگه خودتون رو زدید به کوچه علی چپ و الان شماها 325 تا آدمی که دارید توی اینجا نگاه میکنید، خود شماها اگه همین الان از نشان تاج حمایت کنید یا برید توی گوگل بزنید نشان تاج چیه و بدونید کی نشان تاج رو لغو کرد و قوانین تاجگذاری رو بخونید و به تمام مردم بگید قوانین تاجگذاری پارس چی بود، شاید مردم کمتر این همه بی سواد بودن، شاید مردم کمتر این همه پهلوی میکردن، شاید مردم کمتر دنبال دزدا بودن. دزد چه مسلمان شیعه باشه چه مولا باشه یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن، چه فرح چادری باشه چه خامنه‌ای باشه. واسه همین خامنه‌ای خواهر خامنه‌ای با فرح دوسته، خواهر خامنه‌ای با فرح شعر میخونه، عاشق هم هستن، معلومه با هم دوستم چون دوتا دوستن، معلومه اون دوتا دوست با هم همیشه دوستن. ولی عزیزم این شما هستید که بدبختید، فهمیدین؟ شما هستید که بدبختید. خب منم رسیدم به جواهر فروشیم. یک روز خیلی خوش رو داشته باشید و همینطوری که گفتم ما پیروز شدیم. تا مارچ بنا بود این صفحه حذف باشه و پخش زنده و همینطوری که میدونید دیگه آمریکا هم نمیتونه سانسور بکنه، قدرت سانسورشون خیلی کم شده و اگرم سانسور بکنه عزیزم من دارم میام ایران. آمریکا دیگه نمیتونه جلوی منو بگیره، هیچ کسی نمیتونه جلوی منو بگیره، من میام ایران و وقتی که من ایران بیام حقیقت رو به دنیا میگم و به دنیا میگم که مادر بزرگ من نوکرش رضاخان بود که اسم ایرانو کرد، اسم پارس رو کرد ایران، توی کاخ من گلستان تاجگذاری کرد، تمام جواهرای منو دزدید، 60 بیلیون دلار از ایران دزدیدن و اگه شاه شما دزد باشه و شما پهلوی میکنید، خمینی هم دزد بود، خامنه‌ای هم دزده، بذارید همه دزد باشن. پس اگه شما عاشق دزدا هستید بذارید دزدا حکومت کنن. دست خودتون عزیزم، دست خودتون.